کسی که یاد مرگ و مردن بکند سه فایده عظیمی نصیبش می شود. یک، توبه رو به تأخیر نمیندازه، نمیگه که من امروز گناه کردم توبه رو به شب، میگه نه، فوراً ممکنه تا شب نرسم، اگر مردم بدون توبه چه بگم با خدا؟ با کدوم رویی با خدای خودم دیدار بکنم؟ رویی دارم که در روی الله بایستم که با گناه برم، با اولودگی برم، با روسیهی برم؟ نخه، توبه میکنم. خداوندم وعده داده که هر گناهی با توبه و استغفار پاک میکند. این بود که پیغمبر علیه الصلاه و السلام میفرمودند یا ایها الناس توبوا الی الله واستغفروه فانی اتوب الیه فی اليوم 100 مره، فانی اتوب الیه فی اليوم 100 مره. ای مردم، به سوی خدا بر بگردید، توبه بکنید، استغفار بکنید، طلب مغفرت بکنید. من یعنی رسول خدا علیه الصلاه و السلام در یک روز 100 مرتبه توبه و استغفار میکنم. پس من و تو که دیگه به مراتب بیشتر، اینه که بیشتر بایستی قدر این لحظات رو بدونیم، قدر عمرمون رو بدونیم، قدر این حیات رو بدونیم. پس یاد مردن کردن توبه رو نصیبمون میکنه، به تأخیر آدم نمیندازه. یکی از بدبختی های انسان ها همینن که توبه رو به تأخیر میندازن، بدون توبه از دنیا میرن. این خیلی بده، چون بهترین راه برای اینکه خدا گناهانمون رو ببخشه، جبران بکنیم، پشیمونی هست و توبه. دو، یاد مرگ به عبادت و بندگیمون یک جان خاصی میدهد. آدم با شور و شوق و نشاط عبادت میکند. تو احساس کسالت کردی و تنبلی، یاد مردن بکن. بگو شاید من بخوام بمیرم، یه نمازی بخونیم صادقانه و خاشعانه، روزمو درست بگیرم، صدقه بکنم، زکاتمو بدم، به تأخیر نندازم. درست آدم عبادت انجام میده. سه، یاد مردن آدم رو قانع میکنه به زندگیش، قناعت نصیب آدم میشه. یکی از مشکلاتی که ما مسلمان ها امروزه داریم میدونید چیه؟ مشکل در خیلی از موارد، ما نمیگیم همیشه، ولی در خیلی از موارد اینه که انسان سیر نیست و قانع نمیشه. نه اینکه خدا بهش نعمت نداده، خیلی وقتا گله‌مندی، شکایت، نمیدونم اینکه کفران نعمت کردن، ما نداریم، ما گرفتاریم، نه به خاطر اینکه خدا واقعا محرومش کرده، هیچی بهش نداده، داده بهش اما قانع نیست. ما قانع باشیم، بریم دنبال کار، تلاشو بکن، اما قانع بشو به اون چه خدا بهت داده، بسنده بکن، نگاهی به دیگران نکن. وقتی انسان یاد مرگ کرد میگه هر لحظه ممکنه من بمیرم، تلاش خودشو میکنه، هر چه خدا هم بهش داد میگه الحمدلله. این نکته مهمیه. و اما به نعمت ربک فحدث، قدر نعمت ها بدونیم، نعمت رو بازگو بکنیم تا خدا از ما نگیره. نگو خدا به من نداده، خدا منو بدبخت کرده. انا عند حسن ظن عبدی بی، من همونطوری که بندم به من حسن ظن ببره همونطورم. خدا میگه اگر گفتیم خدا منو نمیبخشه، خدا منو بدبخت کرده، خدا بدبختت میکنه. پس این سه تا مطلب در تأمل و تدبر در مرگ هست. پس فرصت اول حیات است، فرصت دوم صحتک قبل سقمک، تو سلامتید و تندرستید قبل از اینکه از دست بدید و بیمار بشید، قدرشو بدون. علیکم السلام. برای اینکه قدر سلامتی بدونیم، من یه توصیه کوتاهی دارم، بریم به عیادت بیماران، سر بزنیم به بیمار تا قدر این نعمت عظیم رو بدونیم که بیمار چه میخواد از خدا. تاجیست بر سر ما نمیبینیم. سلامتی تاجیست، تاج عظیم، اما نمیبینیم. که میبینه؟ بیماران میبینن. وقتی آدم مریضه، چند نفر میان به عیادت، بعد میرن بیرون، چقدر حسرت میخورید. اگر من میتونستم همراهشون برم، بیرون میرفتم، گردشی، تفریحی، کاری، باری، مسجدی، تاجه، اما نمیبینیمش. بریم عیادت بیمار بکنیم، هم اجر داره، هم آدم قدردان نعمت ها میشه. شبابک قبل حرمک، جوونیت رو قبل از اینکه به پیری برسید. حالا اگر برسیم، ممکنه انسان به پیری هم نرسه، جوونیش هم از دست بده، بمیرد. و ممکنه انسان هم به پیری برسد. ولی انسان وقتی به سن پیری رسید، بریم پای صحبت پیران بنشینیم، چه میخوان از خدا. ببینید چگونه مسجد میان،
یا عصا دارن یا لنگان لنگان میان، یه وعده اومدن وعده دیگه نمیتونن بیان، خستشون میشه، مریضن، پیرن، عاجزن. قدر این جوونی رو بدونیم. حالا اون پیرایی که در دوران جوونی قدر جوونیشون دونستن و بدونن، میدونید چه موفقیت عظیمی است. در دوران پیری، در دوران بیماری خداوند ثواب همون عبادت‌های دوران جوونی و دوران سلامتی بهشون میده. حالا وای به روزگار کسی زمانی که جوونه و سالمه، در غفلت دوران بیماری هم که هیچی نمیتونه بکنه، دوران پیری هم که عاجزه، چقدر ضرره. این لطف خداست. کسی که مریض بشه، مسافرت بره و نتونه در دوران بیماری و مسافرتش اون عبادت هایی که در دوران سلامتی و در دورانی که مقیم و تو خونش بود انجام بده، خداوند ثواب کامل اون دوران بهش میده. ولو که انجام نده، نماز تهجد میخونده، روزه سنت میگرفته، تلاوت قرآن بوده، صدقه میکرده، نماز 5 وقت تو خونه خدا، حالا مریض افتاده، نه تلاوت قرآن میتونه بکنه، نه نماز تهجد، نه روزه سنت، نه نماز جماعت، خداوند همه براش مینویسه. حیف نیست دوران جوانی با غفلت، با تنبلی، حالا که رفت استعداد و حافظه و هوش و توان و همه چیز از دست دادیم، حالا حسرت بخوریم. حیف جوان، ارزش تقوای جوان، عبادت جوان میدونی چقدر ارزشمنده؟ جوان وقتی سر به سجده میگذاره، وقتی ترک گناه میکنه، وقتی دنبال فساد و فاحشه و معصیت نمیره، میدونی چقدر ارزش داره برای جوان؟ چون در وجود جوان هوای نفس قوی است، شهوت ها قوی ان، شیطان بیشتر سراغش میره که وی رو بلغزونه، چون قوی است تداعی و خواهش های نفسانی. وقتی میاد جوان مبارزه میکنه با هوای نفس به خاطر الله جل شأنه، خداوند در برابر این تسلیم شدنش و فرمان برداریش در برابر الله اجر و پاداش عظیمی بهش میده. پس قدر جوانی هم بدونیم. بعد فراغک قبل شغلک، تا زمانی که وقت فراغت داری قدرشو بدون. بعضیا زمانی که اوقات فراغت رو به دست آوردن دیگه سرگرم میشن به شب نشینه های بر باطل، مجالسی که با دوستان، با لهو، با لعب، اوقات فراغتشون فعلا دیگه کار نداریم، این چند ماه دیگه تعطیل کار، تا تعطیل دیگه برو شب و روز هم نشینی و شب نشینی و روز نشینی با باطل، با فیلم، با بازی، با دوستان، حتی به نماز جماعت هم نمیاد. خودشو حتی زن و بچه رو محروم میکنه. وقتی اوقات فراغت به دست آوردید قدرشو بدون. بگو همیشه این وقت فراغت به دست نمیارم، نمازمو نماز 5 وقتم رو بخونم، بیشتر رو به قرآن بخونم، دنبال علم باشم، دنبال علم و دانش، با خوندن، با سوال کردن، سراغ علما و اهل علم و طلاب علم رفتن، ازشون بخوایم که برامون بابی از ابواب علم بخونن، حدیثی، تفسیری، حکمی از احکام خدا. نه اینکه انسان چند نفر دوره برای هم دیگه جمع بشه، وقت خودش رو به بطالت و به لهو و لعب بگذرونه که بعد در روز قیامت حسرت بخوره برای اون. و آخرین مطلب که انسان بایستی این فرصت رو غنیمت بشمارد، که امیدواریم خداوند هم به من توفیق بده، بحث غنا و توانگری است. قبل از اینکه خدایی نکرده انسان از دست بده. ممکنه انسان که همیشه دست و بالش باز نیست، خیلی وقتا انسان دیده، تجربه کرده تو زندگی خودش، یک لحظاتی پیش میاد انسان خداوند چنان بهش رزق و روزی میبخشه، دست و بالش بازه، میتونه صدقه بکنه، میتونه کمک بکنه، صله رحم بکنه، اما میگه نه، بعداً به جایی میرسه که حتی واجب که حج هم نمیتونه انجام بده، مال اموالش از دست میره. چرا آدم باید حسرت بخوره؟ پس تا زمانی که این اوقات و این فرصت ها و امکانات در اختیار داریم قدرش رو بدونیم و به ویژه این لحظات ارزشمندی که اشاره شد. هنوز ما 1 دهه از دهه‌های رمضان رو پشت سر گذاشتیم، 2 دهه مونده، دهه دوم رو شروع کردیم، ولی اینو بدونیم اگر از همین الان، از همین لحظه تصمیم جدی نگیریم، دهه اول رفته، دهه دوم هم میره، دهه سوم هم خواهد رفت و کاری برای خودمون نمی کنیم. از همین الان تصمیممون رو بگیریم، روز به روز بیشتر بر فعالیت هامون، بر عبادت هامون، بر تلاش های معنویمون بیفزاییم، تا در دهه آخر که دیگه میرسد، که پیغمبر علیه السلام کمر همت رو میبست و شبهای 10گانه رو احیا میکرد، به اعتکاف مینشست تو خونه خدا. یکی از سنتهای پسندیده که اعتکاف باشه فراموش شد.
اونایی که میتونن، فرصت دارن، وقت دارن، به جایی که شب نشینی بکنیم به باطل به اعتکاف بنشینیم. حالا اگر کسی نمیتونه هر 10 شب و 10 روز، 1 شب و 1 روز، کمتر از 1 شبانه روز، همون به نماز عشا که میای به نیت اعتکاف بیا، بعد از نماز عشا و تراویح و تلاوت قرآن، خب به عنوان اعتکاف برات نوشته میشه. اما اونایی که میتونن، اون اعتکاف که تأکید شده در دهه آخر رمضان، بیش از هر زمانی تأکید شده،